ای اهورامزدا، هنگامی که کیفر تو برای گناهکاران فرا رسد و هومن از فرمان تو کشور جاودانی را برای آنانی بیاراید که دروغ را دربند نموده به دست راستی سپارند. درست فهمیدید، یه بخشی از گاهان اوستا سرودهای خود زرتشته که براتون گفتم. میخوایم توی این برنامه درباره اهورامزدا صحبت کنیم. لایک و سابسکرایب فراموش نکنید. اهورامزدا از دو جز ساخته شده. اهورا یعنی سرور، مزدا یعنی دانا، روی هم یعنی سرور دانا. حالا بعضیا معانی دیگه ای گفتن. این واژه رو ما از روز اول این شکلی پشت سر هم به کار نمی‌بردیم. گاهی اوقات میگفتن اهورا یا فقط میگفتن مزدا یا اصلا برعکس میگفتن مزدا اهورا. به کسایی که پیرو آیین اهورامزدا باشن میگن مزدا یسنا. مزدا که بهتون گفتم معنیشو، یسنا یعنی ستایش. مزدا یسنا روی هم دیگه یعنی ستایش اهورامزدا. بنابراین ما وقتی مثلا به کسایی که پیرو این آیینن میگیم زرتشتی، یه خورده عامیانه است. در واقع باید بهشون بگیم مزدا یسنا. ایرانیا دست از سر این واژه بر نداشتن، یه خورده مخففش کردن، بهش گفتن اورمزد. بازم مخففترش کردن، گفتن هرمزد. بازم دست از سرش بر نداشتن، مخففتر کردن، گفتن هرمز. ما این نام رو روی بچه هامون میذاریم، هرمز، یا در نام هرمزگان، استان هرمزگان اینو داریمش. بازم این نام محبوب شده این روزها و خیلی روی بچهشون نام اهورا رو میذارن، مثل برادرزاده خودم. این هرمز یا اهورامزدا خدای بزرگ ایرانی‌ها بوده. هر چیزی که خوب بوده رو میگفتن اهورامزدا آفریده. زندگی، مردم، شادی، خورشید، آسمون، رودخونه، زن، مرد، جانوران سودمند، گاو، گوسفند، اسب و غیره رو میگفتن اهورامزدا آفریده. بعدا چی؟ بعدا میگفتن ما رو دور ننداز، ما این قدم به درد نخور نیستیم. ولی نه، اینا رو اهریمن آفریده. هر چیزی که بد و زیان رساننده باشه، شب، مرگ، اندوه، جانوران موذی مثلا مار، عقرب، گرگ، هر چیز زیان رساننده کار اهریمن بوده. مثلا می اومدن میگفتن آقا خشم امری اهریمنیه، مهربانی امری اهوراییه. حتی درباره چیزایی مثل بو، اگر یک بوی خوشی میشنیدن بهش میگفتن بو، اگر یک بوی بدی رو میشنیدن بهش میگفتن گند. حتی تو کلمات رو هم این رعایت میکردن. این هرمز نشسته بود اون بالا توی جایگاه روشن، بچه بالا بودن. اون اهریمن نشسته بود در یک جایگاه پایین در تاریکی مطلق، اینا بچه پایین بودن. بینشون یک فضای خالی و تهی بود که مخلوطی از روشنی و تاریکی بود. اینا فکر میکنم دیگه بعد اون طبقه متوسط اون بوده باشن. اهورامزدا یا همون هرمز آگاهی مطلق داشت، برای همین از وجود اهریمن آگاه بود. اما اهریمن که بچه پایین بود از این آگاهی ها نداشت و نمیدونست چیزی به نام اهورامزدا در اون بالا هست. اهورامزدا چون از همه چیز آگاه بوده، مثل مردی که همه چیز را میدانست، میدونست یه روزی قرار این اهریمن به جهان روشنی حمله کنه. همینجور که تو سینه کش آفتاب نشسته بود شروع میکنه با آفرینش مینوی. 3000 سال طول میکشه، چیزای مختلف درست میکنه، برای خودش دستیار درست میکنه و اینا. اهریمن از جهان مینوی آگاه نبود، از اهورامزدا خبر نداشت. یه روزی همینجوری از اون پایین ماینا میگه بیا بریم بالا مالا رو ببینیم چه خبر اینا. میره اون بالا مالا رو میبینه، مثل اون مردی که خیلی کم میدانست تازه میبینه به به عجب جایی اومدیم، عجب آفریده‌ای هست، خوشش میاد. این آفریده‌های اهورامزدا رو میبینه عجب در و دعوایی و اینا خوشش میاد. شروع میکنه حمله کردن، حمله میکنه کم میاره، برمیگرده پایین میگه حالا ما واسه خودمون دستیار مسیار و دیو و اینا درست کنیم، دوباره بریم دعوا. خلاصه اهورامزدا چون میدونسته که اهریمن از طریق زمان فرسوده میشه، با یه جنگ فرسایشی راه میندازه. میگه که بیا ما با هم یه قراری بذاریم. زورش که مستقیم به اهریمن نمیرسه، اهریمن خیلی زور است، گردن کلفتی بوده، گولاخی بوده. میگه بیاد با هم یه قراری بذاریم، ما 9000 سال با هم دیگه میجنگیم، ببینیم کی کم میاره. اهریمن چون عقل درست حسابی نداشته قبول میکنه، ولی اهورامزدا میدونسته که چه اتفاقاتی قراره بیفته. 3000 سال اول همه چی به نفع اهورامزداست. آفرینش هر چی که خوب و خوشه میآفرینه. 3000 دوم مخلوطی از بدی و خوبیه، یعنی تقریبا همین زمانی که ما توش هستیم. 3000 سوم
دیگه نیروهای اهورایی موفق میشن که بر نیروهای اهریمنی غلبه کنن و همه چیز به پایان برسه. این 9000 سالی که گفتم و بهش میگن سال اسطوره‌ای. بعضی وقتا هم تبدیل میشه به 12000 سال، یعنی 4 تا 3000 سال. بهش میگن سال اسطوره‌ای. حالا مثلا ممکنه که بیاد بگه آقا چرا اینقدر اهریمن در مقابل اهورامزدا قویه؟ چرا اینقدر زورش دیده؟ اصلا اهریمن رو کی آفریده پس؟ اون موقع ما پاسخمون اینه. اول اینکه به ما چی؟ ما نبود، ما فقط راوی است. مثلا ما گردنگیرمون تو این مسائل خرابه، مثلا بد شد. دو اینکه از قدیمی ترین سند، یعنی اون گاهان تا بندهشت که تدوین نهاییش در قرن سوم هجری بوده، حدود 1800 سال فاصله است. قطعا تو این 1800 سال نگاه ایرانیان نسبت به اهورامزدا در طول زمان تفاوت‌هایی پیدا کرده. اهورامزدا یه سری ویژگی خاص خودش هم داره. مثلا گفتن که روی لباسش پر از ستاره است. مثلا این لباس هست اینجوری منجوقیزی نور میزنه، خوشگل نه. یا مثلا گفتن که شکل تجسم یافته اهورامزدا خورشید در آسمان و روشنی در زمینه. یا اصلا گفتن خورشید تیز اسب چشم اهورامزدا است. خب داستان اهورامزدا در اینجا به پایان رسید. ما در کلیپ‌های قبلیمون راجع به انواع اسطوره و انواع خدایان صحبت کردیم. از این برنامه داریم خدایان ایرانی رو معرفی می‌کنیم.